درخت دوستی تقدیم میکند. حضرت عمر رضی الله عنه را میگه در همین رخسارش رختهای چکر بود. از چی این رختها پیدا شده بود؟ میگه از گریه زیادی که در شبها گریه میکرد، از چکیدن آبهای زیاد در همین گویم جویبار پیدا شده بود در چهره پیامبر صلی الله علیه و سلم. حضرت عمر رضی الله عنه از فکر روز قیامت، از گریه کردن به خاطر روز قیامت، بعد از اون پیامبر صلی الله علیه و سلم روز قیامت بیان کردن. دوستان، وقتی که در روز قیامت مردم در عرصات روز قیامت قرار دارند، در یک میدانی که سرپوش ندارد، در یک میدانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان میکنه که تیپه ندارد، بلندی و پستی ندارد، مانند شیشه قرار دارد. از این طرفش بیتی اگر در اون طرف یک تخم قرار داشته باشد، همون تخم میبینید. میدان روز قیامت انمین گونه فراهم است، انمین گونه گویم رشد و کلان است، بزرگ است. تمام مردم از اولین، از زمان حضرت آدم، زمان قوم‌های حضرت نوح و موسی و عیسی و هارون و ابراهیم تا پیغمبر ما، از پیغمبر ما تا آخرین نفری که دنیا به آخر میرسد در این میدان قرار دارد. این سجی در این میدان قرار دارد. این آفتاب با این بزرگی و با این انرژی و گرمی 2 میل راه به مردم نزدیک می شود. 2 میل راه، بیان 6 کیلومتر شاید به مردم نزدیک می شود. مردم چنان از این گرمی، از این سوزانی آفتاب می سوزند که پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان میکنند که بعضی